أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان امروز ما دفاع از مظلومین جهان هست. حالت عجیب بالای همه امت مسلمه در جهان رونما شده است. یگانه مردمی که واقعا تحت ظلم قرار میگیرند مسلمان ها هستند. در دنیا، در هر گوشه و کنار دنیا، اگر خون کسی به ناحق میریزه، اون خون مسلمان است. زیرا مسلمان فعلا زنده کلان نداره، رهبر نداره. مسلمان ظاهرا بیکس است، کسش فقط الله است و بس. نه محمدی هست صلی الله علیه و سلم، نه ابوبکری و نه عمری، نه عثمانی و نه حیدری. و بعد از این کسایی که با وجودی که صحابه هم نبودن، مثل صلاح الدین ایوبی، مثل سلطان محمود غزنوی، مثل احمد شاه ابدالی، اینا از مسلمانای افغانستان یا ترکیه یا عرب یا عجم تعداد زیادی دیگرانی را هم داشتیم ما در قرنهای گذشته که لااقل آه مظلوم را میشنیدن. همون زور کم یا زیادی که داشتن در خدمت مسلمان ها میرسندن. امروز متاسف هستیم، جز جگرخونی کنیم و دعا کنیم و گریه، کاری که پیرزنا میکنه، کاری که خواهرها میکنه، کاری که چادر و سرا میکنه. این کار تنها مردان نبود. مردان در صحنه میدانهای نبرد میبرآمدند، مادرایشان در خانه گریه کرده دعا میکرد. اگر شهید میشد گریان میکرد، اگر غازی میشد دعا میکرد. حالا این کار هم زنها گرفتیم و هم مردان. دعا کنین که ما را خداوند قدرت ظاهری و باطنی، یعنی مسلمان های حقیقی را نصیب بکنه و آمین بگوید. اقلا صدای خدا بلند میکنیم. شاید به گوش کری از کفار که گله نداریم، از مسلمان ها و از حاکمان کشورهای اسلامی سخت در گله هستیم. و اگر صدای همه کسانی که صدا بلند میکنند برای ملت های مظلوم مانند افغانستان، فلسطین، عراق، یمن، سوریه و در این اواخر میانمار، تنها موضوع ما میانمار نیست، چون مسئله میانمار شاید گذرا باشه، یک هفته دو هفته یک ماه، بالاخره یا همشان شهید میسازن یا میکشن یا بالاخره یک سیستمی میشه. این کارها همه ایره باور داشته باشین که دیکته شدگی است، برنامه ریزی شدگی است، درست از جانب اسرائیل، از جانب غرب، از جانب شرق.
این کارها کلش به مشوره صورت میگیره. نباید مسلمان های قدر غافل باشه و فکر کنه که این بودایی ها تنها این مسلمان ها رو میکشن. نخیر، تنها بودایی ها نیست، پشت سرشان صلیبی ها هست، یهودی ها هست و بودایی ها فرهنگ های بسیار نزدیک با یهودی ها دارن. همون که قرآن میگه دشمنترین دشمنتان، سختترین دشمنتان یهود هست. راست میگه پروردگار جل جلاله در قرآن کریم. بیایین یکی از آیاتایی که به ما و شما پیام میده در همچون موارد بخوانیم و ترجمه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لکم لا تقاتلون، شما مسلمانان را چی شده؟ یکی چی شأن ورود و نزول داره اوش نمیگیم که وقت ما میره. قرآن کتاب عجیبی است. هر وقت قرآن بخونید فکر میکنید حالا نازل شده افغانستانی ها را میگه، فکر میکنین میانمار را دقیق گپ میزنه. گپ داغ میانمار برما یا روهینکا هست که در یک قسمت های آسیا موقعیت داره، پهلوی هندوستان و بنگلادش و پاکستان و ترکیه و عراق، در این قسمت ها هست. این نزدیک هستیم ما شما با میانمار. یعنی وقتی که شما این آیت میخوانین فکر میکنین آیت به میانمار، به مردم میانمار نازل شده، وگرنه آیت خود 15 سال پیش در اون هنگامی که رسول الله زنده بود بلند بگوین صلی الله علیه وسلم نازل شده. ولی شما گوش کنین، اگر او حالت شما شنیده باشین یا در تلویزیون هایی که یگان نیمه مسلمانشان نشر کرده باشه شما اگر دیده باشین و در فیسبوک ها و اینترنت ها اگر مشاهده کرده باشین و اگر نکرده باشین ما براتون میگم که چه حالت است در اینجا. قرآن چی میگه؟ شما مسلمان ها را چی شده؟ چرا مقاتله نمیکنین با دشمنانتان؟ یعنی چرا اینقدر بی‌غیرت شدین؟ چرا جهاد ترک میکنین؟ جهاد چرا ترک میکنین؟ مقاتله منظورش جهاد فی سبیل الله. یعنی پروردگار واضح میسازه جهاد به هر نام نه، جهاد زیر هر چتر نه، جهاد استخباراتی منطقه نه، جهاد کدام کشور خاص نه، جهادی که در راه الله، جهاد در راه الله، جهاد برای الله، جهاد برای زنده کردن غیرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نه افراط نه تفرید. چه قسم پیامبر گرامی جهاد کرد؟ همون قسم این در راه عموم. والمستضعفین من الرجال، ببینید که میانمار در قالب قرآن گوش کنین. مردای ضعیفی از مردا، مردمان ضعیفی از مردا و زنان بیچاره و مظلوم و بچه هایی که میگویند. اگر او فیلم دیده باشید ببین ترجمه را قرآن چی میگه. این از معجزات قرآن است. قرآن میگه که اونمو بابیر سفید مریض مظلوم، امو بیبی بیچاره دختر جوان، امو تفلک دعا میکنن همیشه و روز، دستش بریده، پایش بریده، پدرش شهید شده، جگرش پاره شده، شکمش پاره شده، کلیش کفیده، خانهش سوخته شده، مظلوم واقع شده. قرآن چی میگه؟ اینو در دعایشون چی میگن؟ ای پروردگارا ما را از این قریه ظالم بیرون کن، از میانمار ما را خدایا بیرون بگردان. شما او ویدیو را ببینین که هزاران تن 90,000 نفر تال را برآمده. این بدن آسان است. 90,000 نفر تقریبا دشت که با دشت است، طفل و پیر و جوان همه گریه کرده میبراین و دعا میکنن. چی میگن؟ او خدا خارج کن ما را از این قریه‌ای که ظالم اهلها، اهلش ظالم است. او رئیس جمهوری میانمار، او خبیث و علیه اللعنه، خدا او را هلاک کنه. آمین بگوین. و او زنی کثیفه رذیله که ببینن اگر دنیا با او روابط نداره با او جایزه صلح نوبل برش توفه میده. قبل از این حتما او رو میشناسه دنیا که همکارشان است، قاتل مسلمان ها است، مسیحیت رو دوست داره، امریکا دوست داره، سازمان ملل دوستش داره، غرب دوستش داره، برش جایزه نوبل میده. کسی که خون مسلمان خورده رئیس امروز و با او مشاور رئیس جمهوری میانمار است و او زنکه رذیله بود پرست است و رئیس بود پرستای میانمار است، رئیس مذهبیشان است.
با فتوای امو رئیس مذهبی مسلمان ها را میکشن و این غرب به او جایزه نوبل میده. فکر کنین که دست داره یا نه؟ و اجعل لنا من لدنک ولیا. ای خدایا مسلمان ها خود غم ما نیست، هیچ کس خود غم. ای پروردگار تو از نزد خودت برای ما کدام کارساز روان کو، ولی یک نفر روان کو کار ما رو بسازه، صلاح الدین روان کو، سلطان محمود غزنوی زنده کو. فردا روز یاد بود از شهادت شهید مسعود است. مسعودی را مثل مسعودی پیدا کو برای ما. واجعل لنا من لدنک نصیرا. و پروردگار برای ما از نزد خودت کسایی را پیدا کو که به ما کمک کنند. خداوند دعایشان قبول بگردانه. دعای صحابه کرام است این دعا که قرآن میگه. صحابه که مظلوم واقع شده بودند، ولی پیروان صحابه امروز مردم میانمار است. دیروز مردم فلسطین بود. افغانستان خود هر روز میانمار است. ما خود دیگه پخته شدیم در جنگ. ما هر طرف ما میانمار است، تکه تکه هستیم. ولی ما به این بهانه که ما میانمار هستیم، ما میانماری ها را فراموش نمی کنیم. بگوین الله اکبر. ما شرم میایی که نام یک مجاهد را بگیرم که به نام مجاهد او میگه که این تصویرها جعلی است. استغفر الله بگوید. از کابل با خدا اگر او را ببینم برش میگم ای برادر ای نام احمد شاه مسعود برای تو. تصویر جعلی است. تصویر جعلی است. ویدیو جعلی شده میتونه. ما چی میگم؟ ما تصویر خود جعلی نیست، هنوز تصویرهای حقیقی افشا نشده. این ظلم هایی که شما در رسانه ها دیدین در میانمار، اینا ظلم های رسمی است. تماما ژورنالیست ها را اجازه داده که فیلمبرداری کنه. این رسمیش است، غیر رسمیش الله میدانه. و بس 500 دختر جوان تجاوز شده در میانمار در این 2 هفته. شما برین به سایت های دقیق. 500 دختر امت محمد مصطفی علیه السلام. خداوند میگه که و ما لکم لا تقاتلون. او خب برده شما را چی شده که جهاد نمیکنین؟ هنوزم جهاد فرض عین است در همه کشورها که جهاد فرض عین است. شما را چی شده که قرآن میگه جهاد نمیکنین؟ خوابتان برده. نماز رو هر کس خوانده میتونه، روزه رو هر کس گرفته میتونه، جهاد هر کس و ناکس کرده نمیتونه. ام یک اردوغانی است در دنیا. نمیگم که صدای ما را یک رادیوی بیچاره داره، من میخوام نشر کرده رئیس ها نشر میشه در این شهر. دل ما خوب به کف در آمد برادرای محترم. کجا هستند رسانه ها؟ رسانه های اسلامی. گرچند در بعضی از کشورها مردم سر و سرا بالا کردن، الحمدلله بگوید. در شوروی، در چیچین لکهانه میلیون ها تن استاد شدن. همه دیگه از سازمان ملل نخواستن، دست بالا کردن به عرش الله. میفهمن چی میگفتن؟ یا قهار یا قهار. بگوین یا قهار یا قهار. یا منتقم یا منتقم. بلند بگوین یا منتقم یا منتقم. این شما خود 10 نفر گفتین نه، غیرت شما برابر اون شوروی هایی که مسلمان شده نیست. خفه نشوید. بلند بگوین یا منتقم یا منتقم. از ما مسلمان ها تو انتقام بگی از کافرها که در حق ما ظلم میکنن، حق ما را تو از کافرها بگی یا الله آمین بگوین. این دعای مردم چیچین بود. مردم اندونزیا با جاده ها ریختن، سفیر میانمار از قصر بیرون انداختن. بگوین الله اکبر. مجاهدین ترکیه وقت به میانمار رسید. بگوین الله اکبر. این تو فکر میکنم که امیر اردوغان نواسه صلاح الدین ایوبی باشه. تنها اردوغان نه، والله ما امروز به مجاهدین ترک و به کشور ترک افتخار میکنم. بگوین الله اکبر. بگذار مرا بد بگوین یا خوب. سیکولاران و کمونستان و بیدینان با مریشی کل خود، با مستر لچ خود، با مدریشی و نکتای خود برش میگم الله اکبر. شما بگوین الله اکبر.
مجاهد است، زنش مجاهد است. زن رئیس جمهور ما مسیحیت ترویج میکنه. زن رئیس جمهور ترکیه میره به مرزهای بنگلادش میگوین الله اکبر، به دهن اون یتیمی که پدر شهید شده نان میخورانه. وزیر خارجه ما فکر کنم کدام پیام داد، اگر بگویم نداد دروغ میشه. وزیر خارجه ترکیه به مرز خود رسان، تفلک ها رو در بغل گرفت. تفلک گریان میکنه پدرم کجاست؟ مادرم کجاست؟ دخترم کجاست؟ پدر بابا گریان میکنه. صدر اعظمش، تنها اردوغان نه، صدر اعظمش کجاست؟ صدای ما را کس میرسانه به پادشاه سعودی؟ هی تو کسی باشه که صدای یک عالم افغانستان به ملک سلیمان برسانه؟ او خواب برده برش بگویم؟ او کسی که تو به شهر محمد مصطفی هستی چی میکنی تو خواب برده؟ خدا تو را بشرمانه، خدا تو را جانت بگیره. تو را ما رهبر اسلام بگویم؟ کجاست روحانی رئیس جمهوری ایران؟ تو که خدا رهبر نصف دنیا میگیری، او خواب برده، او غافل، تو کجاستی؟ شرماندی والله، بینی اسلام را بریدین. خیلی افغانستان عشق، انا لله و انا الیه راجعون. اینا را بانی که بین پشتون و ازبک افغان جمع کنن بینشان. والله رهبرای ما شرم است به اینا بگوین استغفر الله به خاطر اینا. دنیا خون میخوره، دنیا ما مسلمان ها را میکشن، ما خود ما را کشته رایستیم. این دیروز در افغانستان در بگرام ننداخت بیرق را از زیر کاغذ کار توهین به کلمه نکرد. یکی باقی مشکلات سیاسی داری نداری به ما غرض نیست، ولی به کلمه ما چرا توهین میکنی؟ بگوین لا اله الا الله محمد رسول الله. این در خود افغانستان دیروز پیروز عکس یک شیر کشیده پشت پدم رویش کلمه. و قبل از این هم به توپ فوتبال لا اله الا الله نوشته نکردن، به کرمچا نوشته نکردن، قرآن در کوانتانامو به تشناب ننداختن، قرآن با مرمی شلیک نکردن. ما اینا رو میشناسیم. اینا همه از یک بند هزار بند هستن. اینا همه یک مردم هستن. الکفر ملت واحده. مسلمان ها باید به پا بخیزن، مسلمان ها باید بیدار شوند، مسلمان ها باید هوشیار شوند. در غیر آن اول پادشاهان، اول رؤسای جمهور. شما برین به دبی شرمتان بیاید که اونها رو مسلمان بگوید. عیاشی که در کشورهای عربی است شرمتان بگوید که اونها رو عرب بگوید. کدام عرب؟ کجاستی عمر فاروق؟ کجاستی ای عمر که از شمشیرت کفار فرار میکرد؟ وقتی حضرت عمر در کشورهای روم حمله ور میشه به زیر پاهای زمین میلرزه بگوین الله اکبر. این روز ای کاش یک بلال می بود که نیست. ای کاش پیروی بلال پیدا شود، یک صدای گیرا داشته باشه در اذان بگوی حی علی الصلاة. ای مسلمان ها شما را شده بیاین به کامیابی، بیاین به رستگاری. ای برادرای محترم، من یک موضوع رو براتون میگم شاید نشنیده باشید. نماز تنها عبادت نیست. ای که در مسجد میایی گپ سیاسی داره مسجد مسلمان ها. ای که در مسجد میایی تنهایی نیست، ثواب جنت عبادت نخیر، تنهایی نیست. الله اکبر. الهی ما فقط غلامی تو هستم بگوین الله اکبر. به غربی و به شرقی سر نمیمانیم که امروز ما ماندیم. این احمد شاه مسعود که فردا بخیر روز تجلیلش است، ببینم که مجاهدین بزرگوارای ما یادی از میانمار بکنن. میفهمین مسعود چی گفته بوده؟ میفهمین چی گفته بوده؟ در این اواخر گفته بوده که ضرر کمک کردن خارجی ها کمتر است از ضرر این که ما غلامی از اونا شویم. بگوین به افتخار این گپ شهید مسعود الله اکبر. گفته ما اگر اینا را کمک بگیریم کمی فایده داره، لیکن ما به اینا وابسته میشیم، غلام میشیم، این فایده زهر جان ما میشه که امروز همینطور نشد. امروز همینطور شد. نه فلسطین، ما در رمضان برای فلسطین گریان کردیم. نه عین حال میانمار بود. شما برین به هلمند، برین به قندوز، برین به فاریاب، برین به میمنه، برین در اطراف شهر خود ما و شما میانمار است. اگر تو میزنی او میزنه کلش میانمار است. مسلمان کشته میشه، دستش بریده میشه، چشماش کشیده میشه، کلش بریده میشه، میانمار است دیگه.
خدا مسلمان ها را بیدار بگردانه. اقلا صدای ما را خفق نکنیم، صدای خدا بلند کنیم، محافظه کاری نکنیم. جوانان ری سفیدا، ای علمای دین، ای مدرسین، تا که تنها تدریس، تا که تنها تدریس، تا که تنها تبلیغ، تا که تنها تعلیف، تا که تنها ترجمه و تفسیر. بیاین که کار دیگری کنیم. اتفاق مسلمین، اتحاد مسلمان ها، زنده کردن غیرت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. شما برایشان قصه کنین که غیرتشان جوش کنه. ما براتون قصه میانمار رو میکنم، شما برای اونا قصه کنین. طور مثال یک طفل میانماری خط نوشته میکنه، او را از زبان شاید ساختن به الله تبارک و تعالی. ای پروردگار، ما میخوایم به مسجد برم، کافرها مرا مسجد رفتن نمیمانند. آیا صلاح الدینی نیست که مرا به مسجد برسانه؟ جماعت خوش دارم پروردگار، مرا از شهرم بیرون میکنه. همین طفلک مسلمان میانماری مرا از شهرم بیرون میکنن. مردم میگن 3000 نفر، نه خیر، 6000 و چند صد نفر شهید شده می 2 هفته. 6000 و چند صد نفر و 8000 و چند صد نفر زخمی است و تقریبا 90000 نفر از وطنش بیرون شده و 10 ها قریه را تو زنده به آتش در دادن. میفهمید؟ این تو دره ها کندن. شاید بعضتان دیده باشین، دنیا دیده رویست، دنیا میبینه، فیلم برداران نشان میده، 10 20 30 40 همه ژورنالیست های دنیا. یعنی اونا مگر انسان نیستن؟ والله راست گفت بگوین الله اولئک کالانعام. چارپایا مثل کافرها مثل چارپایا است. کفار سگن، کفار خوکن، کفار خرن دور از منبر. ولی خرتر کی است؟ مرکبتر کیست؟ که همون مرکب است پشتش بره. رفیق خوک شوه. حضرت مولانا در مثنوی می نگار رحمه الله، یک کسی با خوک رفیق شد. با چی؟ با خوک. کسی میگذشت که شما یا چی میکنین؟ گفت خوک رفیقم است. مثل که یکان تا با سگ اونس دارنه، با سگ رفیق است. یکان تا با مرغ بازا برادرای ما رفیق است، اونس داره، شب و روز با مکاوک تیر میشه، با بودنه تیر میشه. همطور نیست؟ این با خوک رفیق است. گفت بچه ای خوک است میکشید؟ گفت نه، با ما بسیار اونس داره، رفیقم است. چند لحظه بعد آمد که این خوک پایش مانده، بی آدم کشته. بسیار افسوس کرد، فایده نداشت. سوال اینجاست که آیا کشورهای اسلامی با غرب و شرق، نصفشان با غرب نصفشان با شرق، آیا رفاقت دارن یا نه؟ بله؟ همه ایتون خبر هسته؟ نصف کشورهای اسلامی با شرق غلامن، با شوروی یعنی پوسکنده بگویم، و نصف کشورهای اسلامی مثل ایران و یگان کشورهای شیعه نشین با شرق است، کشورهای سنی نشین با غرب است. یعنی چطور برنامه جور کرده؟ سنی را غلام غرب ساخته و شیعه را غلام شرق. یکی او پخته، نه شیعه خبشه و نه سنی. یعنی یک قسم برنامه جور کرده مسلمان ها را خداوند بیدار بگردانه. قصه خوک را به خاطر ازی گفتم که ولی از شما پرسان میکنم که آیا کفار خوکن یا از خوک پایانتر؟ همه گیتان میشنوم، صدایتان دنیا بشنوه. کفار خوکن یا از خوک پایانتر؟ امیر کی گفته؟ الله گفته. بگوین الله اکبر. حیات الدین صاحبی و علمای دین نگفته. پروردگار 7 آسمان و 7 زمین گفته بلند بخوانین اولئک کالانعام بل هم اضل. پس آقایان سیاسی و حاکمان کشورهای اسلامی، شما غلام خوک ها و مرکب های دنیا شدن و ما رو تباه کردین. میانمار دیگه به کی داد بزدن؟ عربستان رو بگویه، ایران رو بگویه، افغانستان خیش کشور رو نیست، صدایتان نکشید که از خبر نشه. چی داریم که ما یگان بچه نوشته میکنه که یگان کسی نیست مرا میانمار ببره؟ این بیچاره هم احساس اسلامیش یک شریک بکنه، گریش گرفته. و حالتی که میبینه میگه خب من بالاخره شهید خوشه و مقلا زنده بودن خب معنا نداره، ولی میفهمه که نه کسی نیست. اونا همه مرزها را ماینکاری کردن، مرزها را ماینکاری کرد کشوری، به خاطر که از بنگلادش نبیه. بنگلادش هم مسلمان است. میفهمین بنگلادش گفت؟
گفت مرزا را بسته میکنم که همین مسلمان ها را نام دادن همید. این مسلمان، این مسلمان، مگر تو نخواندی که انصار مدینه با مهاجرین چی کرد؟ آیا تو غریبتر از مردم مدینه منوره هستی در آن زمان که بودن؟ بله، مردم بنگلادش غریب است ولی از مدینه اون روز که غریبتر هستن. شرم باد والله با مسلمان های با حکومت بنگلادش. اما این اردوغان بود بگوین الله اکبر. گفت مرزای رها کو، تماما مصارفش به دوش ترکیه است، بگوین الله اکبر. و مصرف رسید، تماما مواد ارتزاقی رسید و به دهن دخترکا و طفلککا و بچککا مان. اما طفلی را من دیدم در اینترنت، سبحان الله، پدر و مادر و خواهر و برادر همه رفته. این طفل را نیمکش کردن بودایی ها، این طفل بودایی ها نیمکش کردن. میفهمین؟ یک حادثه را عمر فاروق میگه، رسول الله گریه میکنه علیه السلام، صحابه های کرام میگه امی حادثه را نگو، مثل که امروز امی تصویر نشر نکو، امی تصویر نشر کو، بگوین الله اکبر. این قصه را که میگن بار بار بگو تا این سنگ دلش نرم شود، بگوین الله اکبر. میدونین رسول الله چی گفت به حضرت عمر؟ گفت همین قصه احساساتی رو باز بکو یا عمر تا قدر اسلام براتون معلوم شود. این بچگه که 2 ساله جان میکنه، در سر ریگ افتیده، دختر خواهرکش 1-2 متر دورتر است، این خدا به خواهرش میرسانه. او با ساتیری کردن با خواهرک 4 ساله ساتیری میکرد، کوچه میبردش، دکانچه میبردش، به باغ و پارک میکشاندش، به مسجد میبردش، به جای ساتیری میبردش. امید بچه که زخمی است، از سر و رویش خون میچکه، دست کش میکنه طرفی خواهر، اما نمیرسه. و ما لکم لا تقاتلون، ای مسلمان ها شما را چی شده که جهاد نمیکنن روزم؟ قرآن میگه آیه 78 سوره نساء میگه شما و حالت ها را ببینید. زنده خواهر مسلمان لوچ میکنه در میانمار، فعلا زنده لوچ میکنه، کالاش زنده میکشه، باز در هر جایش که خاص لمس میکنه و باز زنده پایش میبره، زنده پایش میبره. نهایت ظلم است که در هیچ جای چون ظلم تا حال نشده بود. زنده دستایش میبره، زنده چشمایش میکشه، زنده جگرش میکشه و خونش میخوره، خونش میخوره. شما ویدیو را ببینید، تصویر غلط است، ویدیو غلط شده نمیتونه. تو مرده گفته بود که ویدیو فوتوشاپ شده. فوتوشاپ در عکس میشه، در ویدیو فوتوشاپ نمیشه. فوتوشاپ در عکس میشه، در ویدیو نمیشه. کسایی که فوتوگرافی میخوان که در عکاسی کار میکنن بپرسید. خداوند ما مسلمان ها را غیرت اسلامی نصیب بکنه. زنده در میتن. در یک جای از دشت میانمار تعداد زیادی از مسلمان هایی که شهید شده اوجا می اندازن. کرگس ها آمده جان اینا را میگیره، همین گوشتایشون را میخورن. به 1000 2000 3000 کرگس همو لاشخور آمده و کجاستی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالت امت بگیرید میگیره. و اون بودایی های گوشتخور، گوشت آدم خورن این ظالما. تا دیروز مردم میکنه بود پرستا مردمی عاجزی هستن. خوب عاجز شناختین، حاله خوب شناختین که عاجز مردم است. اینا آدم خور است، اینا گوشت خور است. در اوجا رسیدن تبر در دستش از کمر همی مسلمان زده رو است. و کرگس ها را پیش میکنه، پس اینکه گوشت ما میخوریم، شما چرا میخورین؟ سوال اینجاست، چرا خداوند حمایت نمیکند؟ سوال اینجاست، چرا خداوند دفاع نمیکند؟ سوال اینجاست، چرا الله ابابیل روان نمیکند؟ جواب قرآن میدهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. تو فکر نکن خداوند تبارک و تعالی از ظلم ظالما غافل است، بلکه خداوند وقت میته تا در روز قیامت، روزی که چشمها سفید و بالا بالا میره، ذلیل و خوار میگردد، در اون روز ازایشان بیته. بگوین الله اکبر. یکی از دانشمندان بزرگ دنیا گفته بوده که ما منتظر ابابیل نشویم، خداوند بی نیاز از خود ما دست پنجه شویم.
گفته حتی او گفته من میترسم که اگر ابابیل بیاید بالای مسلمان ها سنگ میریزه. از کافرها کرده، چون مسلمان ها دین رها کردن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما دین اعلان کردیم. کو دین؟ کو تقوا؟ شاید مردم میانمار اعلان کرده بوده، شاید مردم فلسطین اعلان کرده بوده. افغانستان خونه میبینیم امیال برای چند هزار شرابی رو در شهر پیدا میکنیم، چند هزار، چند صد نه، چند هزار زناکار و قمارباز و دزد و لوتی و رشوتخور و سودخور و فاسد و جنایتکار و خیانتکار و کیسه‌بر و کفشدود و فلان و فلان و فلان در شهر پیدا میکنیم. و در هر شهر و آرزو داریم که ابابیل به سر کافرها سنگ بباره. راه حل این است که بیاین که برادرای محترم ما و شما امروز باز دوباره توبه کنیم، بیاین که تقوا به دست بیاریم تا خداوند آه او تفلکا را قبول دربارش بگردانه و خداوند تماما کشورهای اسلامی را بیدار بگردانه. اگر بیدار نشد ما چی کنیم؟ ما عقلا تاییدشان نکنیم، عقلا اونا را تایید نکنیم، عقلا با همو کلانا و حاکمایی که ولو در افغانستان یا غیر افغانستان است با اونا غلام نشیم. ما غلامای غلام نشویم. ما آزاده هستیم، آزاد زندگی کنیم. عقلا صدای خود را بالا کنیم، نگویم والا چی کنیم، میریم کلان ماست دیگه به دوزخ هم میبره، میریم جنت هم میبره، میریم استغفر الله. این کفر است این کلمه. ما در راه کلانی بریم که او کلان در راه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رفته. خداوند در یک جای دیگه قرآن عظیم شان میگه که اگر حتی پدر و مادر و فرزندتان کفر را انتخاب کرد شما او را به دوستی قبول نکنین. برادرتان، پدرتان، اولادتان، قوم و خیشتان اگر محبت استحب الکفر محبت کرد و طلب دوستی کرد با کفر، شما در کفری دستی دوستی از همین قوم خیشتان بردارین. دعا کنین که خداوند ما و شما را از ظلم ظالم نجات بده. و بزرگترین ظلم شیطان است و نفس اماره بالسوء است که بالای ما میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی اگر سر شیطان برید و تقوا کرد خداوند برای این آدم مخرج، جای خروج از بلا نشان میده. دیگر راه نیست. چند دقیقه که مانده امروز میخواهم که با حال همون مردم اقلا دعا کنیم، مثل مردم چچن، مثل مردم مالزیا، مثل مردم ترکیه و در پاکستان هم واقعا بسیار مردم جمع شدن. اونا میگن فضل الرحمن میگن یا فضل الشیطان و خدا خواب است. خصوصا ما شما هر اعلان میکنه او در خواب است، لیکن مردم مسلمان پاکستان چنان مجالس بزرگ تطبیق کردن که دنیا را تکان دادن و در بعض کشورهای عربی هم یکی دو سه کشور خو از مکه و مدینه خو خبری نیست. خداوند اونا را بیدار بگردانه و آمین بگوین. خداوند غیرت اسلامی را یک کمکی که در قلب ما است همه قدر خو اقلا به قلب همونا بیاندازه. او غیرت عمری خو پیدا نمیشه، ولی همو غیرتکای کمی که در ترکیه و افغانستان و سوریه و عراق و یگان جایا هست خداوند به مردم عرب هم بیاندازه. شما آمین بگوین. و اگر میخواهین که ما از این غم خلاص شویم سر از امروز راه اقلا راه تقوا را بگیریم. و گفتی او کمونیستا و سیکولارا اونایی که میخواهند که صدای مردم خفه کنن نگوین از این گپا. مشکل افغانستان زیاد از خودش، مشکل افغانستان هم میگیم، مشکل فلسطین هم میگیم، مشکل میانمار هم میگیم، مشکل یمن و سوریه هم میگیم، مشکل عراق هم میگیم. تا کی نگویم؟ این عربستان سعودی یمن هم میزنه، میانمار زدن نمیتونه. فکر کنین شما عربستان سعودی یمن هم میزنه اما میانمار رو نمیزنه. ایران از طریق یمن شهر مکه را پرتاب میکنه، راکت دور دادن پارسال نه، اما سوریه را میزنه، عراق را میزنه اما میانمار را نمیزنه. خب ما میفهمیم که زیر کاسه نیم کاسه است. حتی در یک جای دیگه قرآن عظیم الشان پروردگار میفرماید جل جلاله و جاهد الکفار والمنافقین. الکفار والمنافقین، با کافرها جهاد کنین مسلحانه، با منافقین جهاد کنین با زبان. بفهمون که تو چی میکنی. او منافق فهمیده نمیشه کافر است یا نیست. اگر فهمیده شه از کافر جزایش بدتر است.
ولی آدم گفته نمیتونه کی منافق است کی نیست. پس قرآن میگه با منافق زبانی بگو اشتباه است، محبت با کافرها و با کافر جهاد. واغلظ علیهم، تندی کنین با این مردم. و در جای دیگه قرآن عظیم شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم محمد رسول الله، زمزمه کنین صلی الله علیه و سلم. والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار، و آنهایی که به همراه حضرت محمد مصطفی علیه السلام است شدید هستند، تندرو هستند. اشداء شدید هستند، تندرو هستند، سخت و گیر هستند در برابری که کفار. حالا ببینید که صاحب رؤسای جمهوری کشورهای اسلامی با کافرها رقص میکنه. ویدیو را دیدین؟ با کافرها رقص میکنه. چه جواب میتی و طفلک 3 ساله برمایی را؟ چه جواب میتی و دختری که علنا در روز روشن از طرف بت پرستا زنا شد و تجاوز شد، با کافر رقص میکنه، با ترامپ علیه اللعنه رقص میکنه. تو دیگهش با او شرقی شوروی والا با یک کاسه نان میخوره، با هم دیگر محبت میکنه. حتی با بودایی ها عکسایشان برآمد، با بودایی ها عکسهایشان برآمد، با یهودی ها زیر کاسه هایشان برآمد. او یک نیمه که سر و صدا بالا میکنه، امو اردوغان بیچاره است. دعا کنه این غیرت امیر خدا زیاد بسازه. مردم او قدر تعریفی که میکنه او قدر هم نیست، بسیار که تعریف میکنه او قدر هم نیست. خود دعا میکنیم که همون قدری که مردم تعریف میکنه همون از او قدم بالا شو. آمین بگوین. و ای کاش ما هم کسایی داشت میفهمین ما مردم به او آدم افتخار کردیم. شما برین به ترکیه، به افغانستان، مردم ترک افتخار میکنه. بگوین الله اکبر. پرسان کنین، شما پرسان کنین که چرا افتخار میکنه؟ به کلانایتان، به تاریخ، به بزرگایتان، به مجاهدینتان مردم ترک افتخار میکنه. بگوین الله اکبر. همتی که این مردم کرده، حتی در یکی از وقتها که بالای ترکیه حمله میشه از افغانستان میره و ترکیه را نجات میده. بگوین الله اکبر. و فعلا قبور شهدای افغان در ترکیه موجود است. دوست داره اونا ما را و ما هم اونا را دوست داریم. چی علاقه وجود است که ما را با اونا را با ما دوست داشته؟ غیرت اسلامی. عرب با دوست داریم. کدام عربه؟ اما عربای شکمبوره؟ نخیر. عربایی که بلال دوست داریم، ما هلال دوست داریم، ما محمد مصطفی را جان شیرین خدا وقت دینش فدا میکنیم، رسول الله. و اگر امروز هم عربی با غیرت مثل احمد خالد راشد که از ریاض است و کلمه حق در منبر پایتخت سعودی گفت فعلا بندی است، بگوین به افتخارش الله اکبر. با اونمو خالد راشد افتخار میکنم، در مذهب امام نیست ولی به غیرتش افتخار میکنم. بگوین الله اکبر. فعلا بندی است. با اونمو امام حذیفی که به خاطر کلمه حق امام مدینه شریف بندی شد و شب پادشاه سعودی رسول خدا را دید افتخار میکنیم. اما با او حرمای شکمبونه، با اونایی که جهیز دخترشان طلا میتن نه، با اونایی که کمود دخترشان عروسی کرد طلا میته، با اونایی که 4 زنه چی میکنیم؟ 5 که میشه 4م اعلام میکنه، باز 4م میگیره. با همین قسم 60 و 70 و 80 میرسه، خوشحالیش جور میکنه عیاشی. با اونایی که ماها خودشان در سعودی نیستن، از کی گله کنیم؟ ما پروردگارا نمیخوایم بگویم هلاکو، میخوایم بگویم توفیقشان بده، توبه برشان نصیب کن و برای ما شما توفیق بده، توبه برای ما نصیب بکنه. منتظر ابابیل نباشین، منتظر امام مهدی آخر زمان نباشه، منتظر نزول حضرت عیسی علیه السلام نباشه، منتظر نباشه چه وقت خداوند کمک میکنه. الله تو رو چی میگه؟ ان تنصر الله ینصرکم. چی میگه؟ بخونین آیت. ان تنصر الله ینصرکم. تو نمیگه که تو قرار خواب شما تو رو کمک میکنم. تو بخیر. قرآن میگه به این آیت پیام میده، میگه بخیر. تنصر الله، دین خدا را کمک کن، مسلمانان را کمک کن، ضعیفا را کمک کن. هر چقدر اگر ملا هستی بگو، صلاح داری با صلاح کمک کن، پول داری با پولت کمک کن، غیرت داری با غیرت کمک کن، دعا داری با دعایت کمک کن. لقمه پاک است دعایت قبول میشه، دعا کن. کو لقمه پاک؟ کدام لقمه پاک؟ معاشای خود از کجا میگیریم؟ چگونه دعای ما قبول شود؟ خب معاشای ما رو غرب میته دیگه، چگونه دعا قبول شود؟ یک پادشاه در یک کشور میرفت،
یک پادشاه در یک کشور میرفت، در هر کشوری که میرفت مسلمانای پاک‌نفس که میان الله میگفت عرش خدا میلرزید. پادشاه گفت یک شهر دیگری رفت که واقعا مردمی مستجاب الدعوات است، از او کشورهای دیگه که یک چند روزی با اونا جنگ میکرد اونا رو میگرفت. اما وقتی در یک شهر آمد که همه مردم مستجاب الدعوات هستند، همه اولیای خداست، پادشاه گفت چی کنیم؟ مشاور منافقش گفت که مسلمان و منافق گفت صاحب یک مشوره. چه مشوره؟ گفت به اینا از این پولای حرام کمک کنین، اینا حرام خور که شدن، هرچی خیزک بزنن دعا قبول نمیشه. حدیث صحیح مسلم است در حق حاجی صاحبا. میگه حاجی اخبر و اشخاص میره عربستان، میره به مینا و مزدلفه و عرفات گریان میکنه مطعمه حرام، ملبسه حرام، مأکله حرام، مشربه حرام، فعنا یستجاب له. پیغمبر میگه صلی الله علیه وسلم لباسش حرام، میگه نوشاکش حرام. دموجه که رفتن در عرفات برای شما گوشت مرغ حرام میتن، دیگه حرام چی میکنین؟ این پایکای مرغ به 23 دلیل حرام است. در عرفات حکومت سعودی براتون امر کمک میکنه سبیل. حاجی صاحب 3000 4000 مصرف میکنه، از اون 10 ریال خود تیر نمیشه که چیزی بریان کرده بشه ببره. 80% و دعا میکنه پس که میاد چقدر افغانستان دعا کرده باشه چرا آرامی نمیشه؟ ما شما چقدر دعا کرده باشیم چرا دعای ما قبول نمیشه؟ برادرای محترم بیاین که ریشه یابی کنیم تا تمام دنیا میانمار نشوه. میترسیم از روزی که در تمام دنیا حالت میانمار را ای مسیحی ها، ای یهودی ها، ای بت پرستا بیارن. اینا میارن، اینا هدف دارن. شما تاریخ جنگای صلیبی رو بخونین باز میفهمین که اینا میخوان یا نمیخوان. شما وقتی که بم افغان های روسی طرف سوریه میره، این 2 سال پیش، 1 سال 2 سال پیش شما اون کلیپ ببینید، وقتی که بم افغان های روسی طرف سوریه و عراق میره به فتوای جناب ایران، وقتی که طرف سوریه میره از زیر همون علامه صلیب تیر میکنن، دعا میکنن که برین مسیحیت پیروز. اونا بازم خودشان دین دارن، نه مسلمان ها را شکست بتین. مگر خبر نداری که قرآن وعده پیروزی را از آن مسلمان ها در قرآن در چندین جای داده؟ بگوین الله اکبر. مگر خبر نداری که پروردگار گفته ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین؟ شما بلند هستین، سست نشوین و جگرخون نباشین و خوفناک و غمگین نشوین. شما بلند هستین، به آواز بلند میشتم الله اکبر. ولی شروع کنیم به احساسات نمیشه، به وحشت نمیشه، به افراطیت نمیشه، به کله میشه، به فکر میشه، به عقل میشه، به علم میشه، به تدبیر میشه، به اتحاد میشه، به اتفاق میشه، به دعا میشه، به حرکت کردن میشه، به انواع جهاد ها میشه. جهاد زبانی، جهاد تالیفی، جهاد مسلحانه، جهاد اخلاقی، جهاد اتفاقی و انواع جهاد های دیگر. هر نوعی که میخوای خوب بکو. چی را کردی تالره؟ والا هیچ. باباش برش گفته بود که بچه‌م 1 تا نان که پیدا کنی میشه. چرا 2 تا نان پیدا رو میکنی که به همسایه کمک کنی؟ پدر برش نصیحت میکنه بچه‌م وقت خراب است، اما 1 تا نان پیدا کو بس است. 4 تا نان من میگم پیدا کو، پول پیدا کو، سلاح هسته‌ای بساز. امروز اگر تو رئیس جمهور میبودی و سلاح هسته‌ای تو رئیس جمهور پاکستان میبودی چی میکردی؟ این فکر کو. سلاح هسته‌ای داره پاکستان، خبر هستین؟ ایران سلاح هسته‌ای داره. ایران سلاح هسته‌ای داره. آیا شما خبر هستین 30% عساکر میانمار پاکستان تجهیز میکنه، همون که مسلمانان رو میکشن؟ در دوران جهاد تماما سلاحایی که برای مجاهدین داده میشد پاکستان به میانمار داده بود و فعلا اسرائیل عملا به میانمار کمک تسلیحاتی میکنه. ارتباط داره یا نه؟ سازمان ملل خاموش است، حقوق بشر خاموش است، کنفرانس کشورهای اسلامی وای خواب برده ها خاموش است. اینا همه غلامای حلقه به گوش غرب دروغ میگن. کدام اسلام؟ کدام مسلمانی؟ ما رو بازی میتن. جوان ما رو بیدار، خداوند بیدار بگردانه و شما آمین بگوین. هر چی که بگویم یه وقتی که درد ما زیاد نشوه کم نمیشوه. خداوند درد ما شما را زیاد بگردانه. ما میخوایم که درد زیاد شوه، درد پای، درد قلون کم شوه، درد اسلامی زیاد شوه، درد ایمانی زیاد شوه. بدون از اون روز مردن تعیین است، هیچ تشویش نکنه. یک روز آمدین، یک روز میرین. اذا جاء اجل لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
وقتی اجل آمد ثانیه تال نمیخوره. اگر شما قرآن میگه گپه بفهمین خداوند ما و شما را گپ شنو و گپ فهم بگردانه و الله اونهایی که در دوایر بلند کار میکنن، اونهایی که سیاست های کلان دنیا را خود فهمیده میگیرن، اقلا یک یادی از میانمار کنن. ما این آرزو نداریم که برن به میانمار کمک کنن. این آرزو را ما از اون نداریم که به سازمان ملل شکایت کنن. ما اینقدر میگم یک اشک خوب بریز، یک اشک دروغ بریز خوش میشه، ولی نام یاد نیست. یک اشک دروغ بریز به امت محمد مصطفی علیه السلام. شاید افغانستان سفارت وجود داشته باشه دیگه، یعنی نمایندگی داشته باشه. شاید افغانستان به سازمان ملل نمایندگی داره، شاید داشته باشه، مسلمان باشه، شاید میانمار رو میدیده باشه یا از ما کدام بیخبر باشه. اگر اشک ریخت، اگر صدای بلند کرد، خب ما میفهم که نه یک نیمه مسلمانی هستیم. در غیر از او خفه نشوند. اگر ما بگوییم غلط زده هستیم خفه نشوند. خب ما میبینیم اینه دیگه، این شب روز است. اقلا او بیچاره اردوغان هم قدر گفت که چند روز بعد کنفرانس سازمان ملل است. ما در اوجا گفت چیخ میزنم، صدا بلند میکنم و مردم مظلوم میانمار را به اوجا پیشنهاد میکنم که از گیر ظلم نجات پیدا بکنه. او خامخا گفت ما چی گفتیم؟ عرب چی میکنه؟ عجم چی میکنه؟ کشورهای بزرگ مثلا کویت چی میکنه؟ مصر چی میکنه؟ مثل که در بین خود چند وقت پیش اخوانی ها و غیر اخوان هم دیگر را کشتن، ولی حالا چرا خاموش هستین؟ حالا چرا خاموش هستین اگر تعصب نیست؟ اگر همه مسلمان است، خب بیاین اگر همه مسلمان هستیم باید متفق شویم، خیلی خاموش نباشیم، باید همه جهان در تکان بیاریم. برادر میانماری ما مثل برادر افغانی ماست. انما المؤمنون اخوتون، این هست و جز از این نیست که مؤمن برادر مؤمن است. اگر قدر هم جگرخون نشوی، این حال شما برین و رسانه ها رو ببینین، آیا مسلمانی هست؟ بیرون تلویزیون ها رو ببینین. میانمار خب بسیار دور است، در درون نفس شهر کابل انفجاری شد. دست و پای برادر و خواهر ما تو بریده شد، چشمه هایش کشیده شد، روده هایش تکه تکه شد. تلویزیون ها رقص نشر نمیکرد. این کسایی که کار میکنن مسلمان چی میکنن؟ آیا انسان هستن؟ انسان هستن؟ این برادر تو یک همسایه تو یک کافر باشه کشته شود، دلت میشه موسیقی بانی کافر باشه مسلمان و طرفان. یعنی بیخی مردم اولای کلانعام خطا میترسیم که در حق ما تطبیق نشود، در حق کافر هست. اولای که کلانعامی بل هم عدل، در حق کافر هست. وقتی گنانبای برادرای بزرگ خدا نمیگیرم، خداوند همگی تانه نگاه بکنه، از گیر ظلم ظالم خداوند هر مسلمان نجات بده. الله رحم بکنه، به حال زار ما ببینه، به گناه ما نبینه. اگر به گناه ما ببینه پروردگار خوب، باید ما تباه شویم دیگه خلاص. ولی دعا میکنیم امروز دستکایتان بالا بگیرین، دوزان رو بشینین، به برکت همون تفلکایی که شهید میشه، به برکت او دخترکایی که بی پدر و بی مادر میشه، با برکت او دو تا جوانی که دیدم پدر سفیرشانه، شاید برش گفته باشه که پدر 90 ساله چی میکنی؟ بال بمره دیگه همینجا، ولی به سر شانه هایشان کش کرده بودن. با برکت او قایقی که پر از صدها دهها تن از میانماری بود و هرچه چیخدن با نعره های لا اله الا الله در بحر رفت که رفت مگر روز محشر بخیزه. با برکت او دخترای جوان و بچه های خرده که از میانمار برآمد، دمیرشان خاردار از کرای ترکیه آمد و خاره برداشت از سر راش بند کرده، سر مین برآمد، مین ها بالایشان کردن، زنده با آتش انداختن. قرآن میخوانه، قرآن حدیث گرفته به فرق است، قرآن پاره پاره کرده. خداوند اینا رو پاره پاره بگردانه. الحمدلله والصلاة علی رسوله و علی آله و صحبه اجمعین. نمیدانیم چی بگوییم پروردگار. در اول همون قدر میگیم که ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك یا ارحم الراحمین. روز جمعه است و نه تنها در شهر مزار شریف، در هرات، در کابل، در همه ولایت ها حتما این روز علما بیدار میشن در این مورد و موارد شبیه میانمار صحبت میکنن. خدایا صحبت هایشان مؤثر بگردان. الهی ما را عملی کننده صحبت های علمای دین بگردان. الهی ما مردم افغانستان هستیم، ما در بعضی ولایت ها و شهرها و ولسوالی های ما کم از میانمار نیستیم، هر روز کشته و شهید و زخمی داریم، ولی کس خبر نیست از حال کس. همه مصروف و سرگردان دنیا شده این پروردگار. الهی حالت سوریه، حالت عراق، حالت یمن، حالت فلسطین،
و حتی در کشورهای افریقی بدون کدام حالت مردم از گرسنگی میمیرن. سوی تغذیش تفلک‌های آفریقایی مسلمان در سر ریگ‌های داغ جان میتن، کلمه میخوانند و از دنیا میرن. الهی ما را و اهل مجلس ما را و همه مسلمان ها را تو اهل غیرت بگردان. و برکت شهدای گلگون کفن و برکت اونهایی که واقعا جهاد کردن و میکنن، خدایا تو به برکت اونا ما را ببخش. الهی مردم مظلوم میان ما را از دست ظلم ظالم نجات بده. اله اونا مشرکین هستند، دشمنان تو هستند، اونا کفار هستند، اونا به نام آتش به نام بود خدا میکشند. اونا تو رو نمیشناسه پروردگار، دوستار تو را سر میبره، چشم میکشه، زنده میخ به پیشانیش داخل میکنه، به جگرش داخل میکنه. الهی زنده به آتش میاندازه. الهی یک کلمه را دیدم که به دست پدر تیغ میته و پدر روادار میسازد که طفلش را ذبح کنه و پدر مجبور کارو میکنه. الهی به برکت او طفلک که رفت از دنیا و چه شیرین شیرین میگفت یا الله تو ما را ببخش، تو به ما تقوا نصیب کن. یا الله ما با ترک جهاد گناهگار هستیم. الهی ما را تو ببخش، تو ما را دعوتگر و مجاهد بگردان. الهی تو دعای ما را قبول کن. الهی تو از این بیغیرتی ما را بکش، تو از این غلامی ما را بکش، تو از این دیوسیت ما را بکش پروردگارا، تو از این مظلومیت و ظالمیت ما را بکش پروردگارا. الهی ما در آخر زمان هستیم. الهی ایمان قوی بر ما نصیب کن. الهی غیرت قوی بر ما نصیب کن. الهی دعای پرسوز بر ما نصیب کن. الهی ما اون مردمی نیستیم که حتما دعای ما قبول شود. ناز نداریم به دربارت، قربیت نداریم به دربارت، روی نداریم. چی کردیم؟ ما خود ما را خوب میشناسیم بیشتر از دیگران. خود دریای فضل خود را به جوش بیاور، دریای رحمت خود را به جوش بیاور. تو نامت شکور است، شکور یعنی قدردان. تو در قرآن گفتی انی لا اضیع اجر المؤمنین، تو گفتی ضایع نمیکنی، تو گفتی قرآن دعا کنید قبول میکنیم. یا الله به فضل و کرمت دعای ما را قبول کن. یک دعای قوی داریم یا ربی که مسلمان ها را متفق کن پروردگار. مسلمان ها به جام هم افتیدن، مسلمان ها تشنه خون هم شدن. یا الله خصوصا آنهایی که دعوای جهاد دارن برون به میانمار پروردگار ها روا کجا. کافرای اصلی، کافرای واقعی، کافرای 100%، برو بزن. خدایا به ما و به اونا به همه مسلمان ها غیرت اتفاق نصیب کن، غیرت اتحاد نصیب کن، غیرت محمد مصطفی علیه السلام نصیب کن. الهی دیروز از مسلمان ها کفار می ترسید، امروز مسلمان ها از کافر ها می ترسد. الهی تو در قرآن گفتی ولا تخشوا الناس واخشونی، از مردم نترسین، از ما بترسین. خدای این ترس تو برای ما نصیب کن. این جوان ها به امید آمدن، نه امید بیرون نکنی. دی سفیدا به امید آمدن، نه امید بیرون نکنی. از طریق رادیوی اسلامی هدایت خواهرای ما در خانه ها گریه میکرده باشند، دعا میکرده باشند. الهی دعای همون مادرای پاک دامن ما را، همون خواهرکای با حجاب ما را تو قبول بگردانی. خواهرای ما در شهر دیار میشناسیم که حافظه قرآن است، خواهرایی که بعد از یک شب تا سحر گریه میکنن. یا الله به برکت همون خواهرا خدای تو ما را ببخش، تو به ما تقوا نصیب کن. تو در قرآن گفتی تقوا کنین کامیابتان میکنم، تو گفتی تقوا کنین از بلا نجاتتان میتم. یا الله به همه مسلمان ها تقوا نصیب بگردان. الهی غیرت اسلامی نصیب بگردان. الهی عزت از دست رفته ما را دوباره بر ما بیار پروردگارا. زنان ما را، مردان ما را اهل عزت بگردان، اهل غیرت بگردان، اهل عفت بگردان. الها حالا فهمیدم که چرا رسول الله علیه السلام همیشه دعا میکرد که یا الله عفت نصیب کو به ما. بار بار فکر میکردم که رسول خدا خود معصوم است، چطور دعا میکرد که خدایا ناموس اسلام نگاه کن. ولی امروز وقتی میانمار را دیدم که 500 دختر جوان بی‌ناموسی کردن، گفتم وای راست گفت رسول خدا در آن هنگام که به ما عفت نصیب کن. یعنی منظور از ما امتشان میگفته، مسلمان ها را در آن وقت دعا میکرده. الهی سلام و پیام و درود ما را به رسول الله صلی الله علیه و سلم ببر. الهی گریه های پر حسرت ما را قبول کن. الهی آتشای دل ما را قبول کن. الهی صدای ما را به آسمان ها ببر.
و به گوش فرشته هایت برسان تا از تو بپرسند که یا رب این غلغله از کجاست و تو بگویی که ملت مظلوم امت محمد مصطفی است. فهمیدن که خدایی دارن، ناله کردن به دربار ربشان و امیدواریم که تو به فرشتگانت بگویی ای فرشتگان شاهد باشین که من این مردم پیروز میکنم، من این مردم کامیاب میگردانم، من دعایشان را قبول میکنم. یا الله این خیال بود که من گفتم میشه به حقیقت به بدلش بگردانی و دعای ما را قبول بکنی و علم با عمل برای ما نصیب بفرمایی و مسلمان را تشنه خون همدیگر نگردانی بلکه مسلمان را عاشق همدیگر بگردانی، دوست همدیگر بگردانی، مثل صحابه کرام که اونا شدید در برابر کفار و دوستدار همدیگر بودن. یا الله ما را همون گونه بگردان، تعصبات خدای از بین ما بردار. پیغمبر تو فرمود کسی متعصب است و مسلمان نیست. الهی ما را مسلمان بگردان، مسلمانی واقعی بگردان، امتی واقعی بگردان. یا الله گناهگار هستیم، گناهان ما را ببخش، لباس گناه ما را بکش، لباس توفیق و تقوا و توبه و انس و عشق و محبت و برادری و سنت رسول الله علیه السلام برای ما بپوشان. ارواح گذشتگان ما را شاد بگردان، قبرایشان پر نور بگردان. دوستایی که مریض هستند شفا بده، بندی هستند بناحق بندی باشن خلاص بگردان، محتاج هستند از احتیاجی خلاصشان کن. خصوصا یک گروپی از میانماری ها را دیدم در اینترنت که از شهرشان برآمده بودن و این طرف هم بنگلادش نمیمان، تشنه و گشنه بودن، همه فقط گریه میکردن، تفلکایشان اشک میریخت. مادر و پدر از گشنگی و تشنگی هیچ کسی به دارشان نمیرسید. جالب برای من این بود که دهها فیلم بردار را دیدم که اینا را فیلم پوری میکرد. چطور تصویر گرفته تانستی ای ظالم؟ باید برش کمک میکردی اگر انسان میبودی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.